لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مباحث اولی سوره مبارکه بقره و اونچه که ما در آیات گذشته خواندیم بیشتر در ارتباط با اختلافاتی بود که بین یهود و بین مسلمانان بود. یهودی ها چند چیز را قبول نداشتند و در چند مسئله اختلاف داشتند. عمده‌ترین اونها مسئله رسالت بود. رسالت آن حضرت صلی الله علیه و سلم را قبول نداشتند، در حالی که در دل می‌دانستند، قلباً می‌دونستند که این پیامبر خداست و علائمی که در کتابشون آمده بود مربوط به همین پیغمبر بود. ما آیه را خواندیم قبل از این: الذين آتیناهم الكتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. کسانی که ما به اونها کتاب دادیم اونها این پیامبر را چنان میشناسند مثل اینکه فرزندان خودشون را چطور میشناسند. یعنی هیچ نوع خفایی و پوشیدگی و ابهامی برای اونها نبود، صرفا ضد، عناد. و یکی دیگر از مسائل اختلافی مسئله قبله بود که اون را هم خواندیم. اونها میدونستند که قبله این نبی آخر الزمان قبله ابراهیم است، بیت الله الحرام است. حال بعد از اینکه این مباحث خوانده شد، الله عزوجل در این آیات ابتدایی که تلاوت گردید درباره کتمان، یعنی حق پوشی، که حق را می پوشند، حق را مخفی می کنند، در حالی که می دونند، واقعیت را می دونند و حق را مخفی می کنند. درباره این الله عزوجل در این آیه سخن می فرماید و چه کلمات غلیظی و چه کلمات شدیدی و کلمات تندی درباره اون انسانی که واقعیت را میدوند اما میپوشاند، حق را میدوند اما حق را کتمان میکند. الله در این کلمات بیان میفرماید. گرچه عرض کردم این آیه درباره علماء یهود هست که حقیقت را کتمان میکردند، اما محمل آیه، مفهوم آیه عام هست.
هر کسی که حق را کتمان بکند، هر کسی که حق را بپوشاند، حق را میدوند و میپوشاند، برای مردم نمیگه چون خودش زیر سوال میره، شامل اون هم هست. در این آیه الله عزوجل برای کتمان کنندگان کلمه لعنت فرموده، اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. این گروه کسانی هستند که هم خدا اینها را لعنت میکند، هم لعنت کنندگان اینها را لعنت میکنند. اینها چه کسانی هستند؟ کسانی که حق را کتمان میکنند. امروز هم متاسفانه خیلی از انسانها هستند در این کره خاکی و در این دنیایی که ما زندگی میکنیم در مسیری حرکت میکنند که مسیر خلاف حق است و میدونند حق چیه، راه حقیقت را میدونند، چون که عالمند، واقفند، آشنا هستند، با قرآن آشنا هستند، ولی با وجود اینکه میدونن قرآن چی داره میگه، راه خلاف قرآن را انتخاب کردند، راه شرک را، راه خرافات را، راه غیر قرآن را. لذا اینها هم که به مردم هم واقعیت را نمیگویند، خودشون هم به سوی حق نمی آیند، اینها هم مشمول این آیه قرار میگیرند. دقت بکنید به کلمات آیه. الله میفرماید ان الذين یکتمون، همانا آنهایی که کتمان میکنند، حق پوشی میکنند، مخفی کاری میکنند، کتمان میکنند و مخفی میکنند چه چیزی را؟ ما انزلنا من البینات والهدى، اون چه که ما نازل کردیم از بینات. بینات دلائل روشن را میگویند، دلائل واضح را میگویند، دلیلی که هیچ نوع پوشیدگی و خفای توش نیست. والهدى، بعد از اینکه ما نازل کردیم هدایت را، راه هدایت را میدونند، صراط مستقیم را میدونند که صراط مستقیم کدومه. من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، بعد از اینکه ما اون را بیان کردیم برای مردم در کتاب، یعنی در کتاب بیان کردیم حق را، حقیقت را، واقعیت را میدونند، با وجودی که میدونند حق پوشی میکنند، مخفی کاری میکنند. میدونند که راه توحید راه حق است، میدونند که راه اسلام راه حق است، میدانند که راه قرآن راه حق است، اما خودشان راه غیر اسلام را برگزیدند، راه یهودیت، راه نصرانیت یا راه شرک، راه خرافات، خرافه پرستی، غیر الله پرستی. میدونند که این پرستش این غیر خدا شرکه، با وجودی که میدانند ولی بازم به مردم نمیگویند. مردم عوام بیچاره خبر ندارند، اینها برای مردم تلبیس حق میکنند، حق را خلط میکنند، قاطی میکنند با باطل. الله عزوجل در مورد چنین انسانهایی که واقعیت را میدونند و به خاطر عناد، به خاطر ضد، به خاطر تعصب یا به خاطر منافع مادی، به خاطر دنیا واقعیت را نمیگویند، الله میفرماید اولئک یلعنهم الله، این گروه را الله لعنت میفرماید. لعنت یعنی دوری از رحمت، یعنی خداوند اینها را از رحمت خودش بدور نگه میدارد. و یلعنهم اللاعنون، و اینها را لعنت میکند لعنت کنندگان. لعنت کنندگان چه کسانی هستند؟ بعضی میگویند جن و انس و ملک، فرشته. فرشته ها هم اینها را لعنت میکنند، جنات هم اینها را لعنت میکنند، انسان ها هم اینها را لعنت میکنند. در بعضی روایت ها آمده که تمام مخلوقات اینها را لعنت میکنند، حتی پرنده در فضا، مورچه در اون سوراخش، ماهی در دریا، همه مخلوقات. چرا؟ به خاطر اینکه
اینها راه باطل را انتخاب کردند و مردم را به سوی باطل دعوت میدهند، مردم را به سوی شرک دعوت میدهند، مردم را به سوی کفر دعوت میدهند و راه شرک، راه کفر، راه باطل اثرات منفی برای تمام زمین و اهل زمین دارد. تمام مخلوقات را اینها از خیر محروم میکنند. تمام اون حوادث تلخ و ناگواری که در دنیا اتفاق میافتد به سبب معاصی و گناهان و به سبب شرک و کفر هست. لذا این به سبب همین انسانهای که حق پوشی میکنند الله میفرماید اینها را الله هم لعنت میکند، لعنت کنندگان هم لعنت میکنند. الا الذين تابوا و اصلحوا، اما خداوند استثناء میفرماید کسانی را که توبه بکنند، کسانی را که برگردند. الا الذين تابوا، مگر کسانی که توبه بکنند. خیلی از علمای اهل کتاب ها بودن بعدا توبه کردند، خیلی از یهودی ها بودن توبه کردند، از مسیحیان توبه کردند، اعتراف به حق کردند. همین مسیحیان نجران که در سوره آل عمران ما میخوانیم آمدن با رسول الله صلی الله علیه وسلم مناظره کردند، مباحثه کردند. اون آخوند بزرگشون کسی که رهبر دینی و مذهبیشون بود، اون کسی بود که با آن حضرت بحث کرد، ولی بعداً برادرش متوجه شد که این برادر من در مسیر باطل. برادرش ایمان آورد. خیلی بودند که ایمان آوردند، خیلی از علماء الکتاب، خیلی از این منافقین که قبلا یهودی بودند ایمان آوردند، در جنگ ها بعداً شهید شدند. لذا خداوند اونها را استثناء میفرماید الا الذين تابوا، مگر کسانی که توبه کنند، و اصلحوا، و کسانی که اصلاح بشند، و بینوا، کسانی که بعدا بیان بکنند، یعنی جبران بکنند. قبلا راه باطل را به مردم نشان دادند، بعدا بیان بیان کنند علنی. شرط توبه اینها همینه. یک کسی مثلا مردم را تبلیغ میکنه به طرف شرک و کفر و خرافات، بعدا توبه میکنه بره یک گوشه قبول نیست، باید بیاد به مردم بیان بکنه ای مردم من اون چیزی که تا به حال به شما گفتم دروغ گفتم، راه حقیقت این راه قرآنه. باید واقعیت را بیاد بیان کنه. از همون کانالی، از همون مرجع و مصدری که قبلا مردم را فریب میداد، از همون جا باید بیان کنه، اعلام بکنه که اون چی که تا به حال گفته بودن واقعیت نداره. و بینوا، شرط سوم توبه، بیان کنند. الله میفرماید وقتی که واقعا از صدق دل توبه بکند، فاولئک اتوب علیهم، این افراد، این گروه من بر اونها رجوع میکنم، یعنی من توبهشون را میپذیرم، من توبهشون را قبول میکنم. و دلیل و علتش چیه؟ الله صفت خودش را بیان میفرماید و انا التواب الرحیم، من ذاتی هستم تواب یعنی به کثرت توبه بندگان را قبول میکنم، یعنی یا بار بار رجوع میکنم به بندگان خودم، نه تنها توبهشون را قبول میکنم گناهشون را میبخشم. الرحیم یعنی مهربانم، چنان بر اونها لطف میکنم، بر اونها احسان میکنم و منت میگذارم که اونها خودشون تعجب کنن خدا چه لطفی بر من کرد. تنها بخشش نیست، الان کسی توبه میکند بر میگردد تو زندانها، اون قاضی دادستان یا قوه قضاییه فوقش آزادش میکنه، دیگه باش کار نداره. اما الله عزوجل میفرماید نه، کسی که توبه بکند من نسبت به او لطف میکنم، نسبت به او احسان میکنم، هم در این دنیا هم در آخرت، چون الرحیم هست. اما کسانی که اگر توبه نکنند و همون راه کفر را، راه شرک را، راه خرافات را، راه غیر الله پرستی را ادامه بدهد و به همون حالت بمیرد، الله عزوجل برای این انسان عاقبت و انجام بسیار بدی را اینجا
ذکر میفرماید ان الذین کفروا، همانا کسانی که کفر کنند، و ماتوا و بمیرند و هم کفار، در حالی که کفار بمیرند، با کفر بمیرند، اولئک علیهم لعنت الله، اونجا گفته بود و یلعنهم اللاعنون، لعنت کنندگان لعنت میکنن، بعضی از اون لعنت کنندگان را اینجا ذکر کرده. کیا هستند؟ اولئک علیهم لعنت الله، این افراد، این گروه بر آنها لعنت خداست، والملائکه، و لعنت ملائکه بر اونهاست، والناس اجمعین، و لعنت مردم همگی، همه بر اونها لعنت میکنن. ملائکه لعنت میکنند، انسان ها لعنت میکنند، یعنی چی؟ یعنی دعای بد میکنند. خدایا این کافران را مؤاخذه کن، خدایا این کافران را به عذاب گرفتار کن. بر علیه اونها دعا میکنند، هیچ کسی برای اونها دعای خیر نمی کند، همه بر علیه اونها لعنت میکنند. و وقتی که لعنت بشه مشخص دوری از رحمت. لعنت یعنی تو عذاب، لعنت یعنی تو آتش، خالدین فیها، همیشه در اون لعنت و در اون چیزی که سبب لعنت میشه یعنی عذاب، همیشه در اون میمانند. لا یخفف عنهم العذاب، از اونها عذاب کاسته نمیشه، تخفیف داده نمیشن. ولا هم ینظرون، و اونها مهلت هم داده نمیشند. در دنیا اگر کسی از خدا مهلت بخواد مهلت میده. خدایا کسی میگه من توبه میکنم، به من یک مهلت دیگه بده، من مؤاخذه نکن، الله مهلت میده. اما آخرت نه. آخرت هرچی که اهل کفر و اهل شرک و گناهکاران مهلت میخواهند، میگن که ربنا رب ارجعنی، خدایم رب ارجعنی، مرا برگردان، به دنیا برگردان، یک بار دیگه بازگشتی بشه من جبران میکنم. خدای تعالی میفرماید نه، فرصت را از دست دادید. لذا ولا هم ینظرون معنیش اینه که هیچ مهلت به اینها داده نمیشه. خب بعد از اینکه خدای تعالی یهودی ها را مورد مذمت قرار دادن، مورد نکوهش قرار دادن، به خاطر چی؟ به خاطر حق پوشی، به خاطر کتمان حق، واقعیت را به مردم بیان نمی کنند. حال الله عزوجل اصلین ترین مسئله را که روی اون مسئله اختلاف داشتند، هم یهود با رسول الله اختلاف داشتند، هم مسیحیان اختلاف داشتند، هم مشرکان اختلاف داشتند، اون را بیان می فرماید. عزیزان، مسئله اصلی که مردم با رسول الله صلی الله علیه وسلم اختلاف داشتند روی نماز نبود. با نماز پیغمبر کاری نداشتند، حتی مشرکین هم نماز میخواندند، یه نمازی که به درد خودشون بخورد. یهودی ها هم عبادت میکردند، مسیحیان عبادت میکردند، روی نماز اختلاف نداشتند، روی زکات و انفاق اختلاف نداشتند، روی احسان و اخلاق اختلاف نداشتند، روی معاملات اختلاف نداشتند، روی هیچی که از این اعمال، اخلاق، معاشرت، آداب اختلاف نداشتند. اختلاف اونها روی چی بود؟ روی توحید بود، یکتا پرستی. همه انبیا، پیروانشون و امتهایشون، کسانی که انبیا اونها را دعوت دادن، امتها که با انبیا اختلاف کردن، روی همین مسئله بود. لذا اینجا بعد از این که مبحث حق پوشی را خدای تعالی ذکر فرمود و مورد مذمت قرار داد، حالا اون مسئله را الله بیان می فرماید. مسئله‌ای که نباید اون را کتمان کرد، مسئله‌ای که باید شفاف بیان کرد، مسئله‌ای که باید واضح بیانش کرد. اینه و الهکم اله واحد، معبود شما معبود یگانه هست. اله به معنی چیه؟ به معنی معبود هست. کل ما عبد،
هر چیزی که عبادت بشه اون اسمش اله هست. عبادت، اقسام عبادت را قبلا توضیح دادیم بار بار. عبادت بدنی مثل سجده، مثل رکوع، مثل طواف، مثل نماز خواندن و دست بستن در محضر او. عبادت زبانی مثل ورد کردن نام او و از نام او برکت حاصل کردن، نام او را باعث تبرک دانستن. عبادت مالی مثل این که برای او نذر و نیاز کردن، برای او خیرات دادن، برای خوشنودی اون خیرات دادن، اینا همه مال خدا هستند. اشکال مشرکین این بود که همین عبادت ها را برای غیر خدا انجام میدادند. مثلا محصولاتی داشتند، گندمی به دستشون می آمد، کشتی به دستشون می آمد، یک بخشی را می گفتن این مال خداست، یک بخشی را می گفتن این مال خدایان دیگه هست. این عبادت مالی بود. در قرآن کریم داریم وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. هم از کشتزار خودشون، هم از چارپایان و حیوانات خودشون، گاو و گوسفند خودشون، یک سهمی برای خدا میگذاشتن، یک سهمی برای خدایان باطل میگذاشتن. این عبادت بود. خدا میگه این عبادت را برای من انجام میدید. هم خدا را سجده میکردند، هم بت را سجده میکردند. هم خدا را فریاد میزدند، هم بتان را فریاد میزدند. این عبادت بود. الله چی میفرماید؟ و الهکم اله واحد. معبود شما معبود یگانه هست. غیر از خدا کسی را عبادت نکنید. غیر از خدا کسی را عبادت نکنید یعنی چه؟ یعنی برای غیر خدا سجده نکنید، برای غیر خدا رکوع نکنید، برای غیر خدا طواف نکنید، از غیر خدا حاجت نخواهید، اسم و نام غیر خدا را ورد زبان نکنید، برای غیر خدا صدقه و نذر و نیاز نکنید. این معبود یکیه. مردم ظلم میکنن، یهود ظلم کردن، مشرکین ظلم کردن، مسیحیان ظلم کردن. 3 تا خدا، 4 تا خدا، 360 تا خدا، بیشتر کمتر. تنها دینی که در اون دین امروز توحید است، اون دین اسلام، فقط یک خدا. همه عبادت ها را برای خدا. لذا قرآن همین را می فرماید و الهکم اله واحد. معبود شما معبود یگانه هست. لا اله الا هو. نیست هیچ معبود بجز او. بجز او هیچ معبودی نیست. دلیلش چیه؟ الرحمن الرحیم. خداوند اول 2 تا صفت بیان کرده از خودش. این 2 صفت 2 تا دلیل هستند. الرحمن یعنی چه؟ یعنی اون کسی که در دنیا بر شما لطف و احسان دارد، در دنیا همه نعمتها را به شما داده، به شما صحت داده، سلامتی داده، مال داده، منال داده، فرزند داده، اولاد داده، خانه داده، ماشین داده، همه چیز داده. رحمان معنیش اینه. رحمان اون کسی که در دنیا به ما نعمت میده. الرحیم معنیش اونه که اون کسی که در آخرت بر ما لطف میکند، به ما نعمت میده. لذا ببینید در دنیا هر چی دارید هم خدا به شما داده، غیر خدا نداده. این دلیلی که پس او را عبادت کنید. در آخرت هم هر چی نعمت هست از طرف الله عزوجل است. غیر او نمیتونن به شما چیزی بدهند. اما دلیل اصلی خداوند دلیل عقلی بیان میکنه. بعد از این 7 چیز خدا ذکر میکنه. به این 7 چیز شما فکر کنید. این 7 تا از تصرفات و بیان قدرت خدا هستند که اینها در دست الله هستند، اینها مال الله هستند. این دلیلی که خدا در عبادت یگانه هست. اولین چیز، اولین و دومی، ان فی خلق السماوات والارض، همانا در پیدایش و آفرینش آسمان ها و زمین. اولین دلیل الوهیت اینه که خدا خالق است.
آسمان را خدا خلق کرده، زمین را هم خدا خلق کرده. وقتی که خدا خالق است، معبود هم خداست، عبادت هم لایق خداست. عزیزان، مشرکین مکه هم قبول داشتند که خالق خداست. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، از اینها سوال کنی که خالق آسمان ها و زمین کیه؟ لیقولن الله، میگوین خداست. ولی بعضی از مردم جاهل، مردم نادان، همین هایی که عرض کردم حق را کتمان میکنن، واقعیت را به مردم نمیگویند. بعضی ها متاسفانه در زمان ما، در دور ما، گرچه مردم میدونه اینا مبالغه میکنند، اینا افراط میکنند، خلق آسمان ها و زمین را به بعضی از بندگان نسبت میدهند. من یکی دو روز پیش یک کلیپی دیدم، تعجب کردم که بعضی از انسان ها چقدر از مسیر بدور هستند، چقدر پرتند، چقدر از قرآن فاصله دارند. یک آقایی برای چند تا مردم داستانی تعریف میکرد، میگفت یه روزی یک کسی رفت که امام زین العابدین، امام سجاد را ببیند، دید ایشون نیست، چند ساعتی نبود، بعدا دید که ایشون بعد از 3-4 ساعت از آسمان ها آمد. گفت آقا مگه شما اونجا میتونی برید؟ گفت بله، اینا را ما خلق کردیم، ما درستشون کردیم، ما چطور نمیتونیم بریم اونجا؟ العیاذ بالله، پناه بر خدا. چیزی به بندگان خدا نسبت میدند که خود اون بندگان خدا از این نسبت ها بیزارند. سجاد به زین العابدین میگن سجاد، کسی اگر عربی بلد باشه یعنی خیلی خدا را سجده میکرد. اون یک عابد خدا، یک بنده خدا، از بس خدا را سجده میکرد، اسمش را گذاشتن، لقبش را گذاشتن سجاد. و کمال در همینه که انسان بنده خدا باشد و رب را سجده میکند. شما او را میبری خالق آسمان ها و زمین قرار میدی، العیاذ بالله. خداوند اینجا دلیل ذکر میکنه که دلیل الوهیت من، دلیل این که فقط مرا باید عبادت بکنی اینه که من آسمان و زمین را خلق کردم. شما میگید که بندگان خدا خلق کردند. این چیزها را مسلمانان، نه شیعه نه سنی قبول ندارد. بعضی انسانهای که از مسیر پرتن متاسفانه اینها را ذکر میکنند. لذا الله عزوجل به عنوان دلیل میفرماید ان فی خلق السماوات والارض، همانا در پیدایش آسمان ها و زمین. این دوتا دلیل. این زمین را ما فکر بکنیم، سبحان الله چه زمین پهناوری. شما از الان حرکت کن تا 10 سال 20 سال برو، این زمین تمام نمیشه. چه عجایبی در این زمین هست، چه کوههایی هست، چه دشتی هست، چه دریایی هست، چه جنگلی هست، چه عرض کنم کویرهایی هست. همه این زمین برای مصلحت انسانها، برای منافع انسانها، چه معادنی هست، چه فلزاتی هست، چه منافعی هست. از همین زمین برای خودمون راه درست میکنیم، همین زمین را شخم میکنیم و برای خودمون کشاورزی میکنیم، خوراک از همین زمین به دست میاریم. در همین زمین برای خودمون ساختمان درست میکنیم، خانه درست میکنیم، کارخانه درست میکنیم. خداوند عزوجل طوری این را آفریده که ما انسان ها همه نوع استفاده در همین زمین را حفر میکنیم، چاه میزنیم، آب را ازش استخراج میکنیم. خلاصه الله عزوجل تو زمین چه منافع گذاشته. انسان وقتی فکر بکنه، عمقش بره، این آسمان ها که علم ما نسبت به آسمان ها محدوده، ولی میبینیم چه زیبایی هست در این آسمان ها، شبها چه درخشندگی هست، چه نورافکنهای خدا گذاشته، چه خورشیدی گذاشته که تمام دنیا را روشن میکند، چه ماهی گذاشته که روشنیش به اندازه است، آرام بخش است، انسان میتونه استراحت بکنه.
لذا انسان چه بارانی از بالا میاد، چه ابری هست که اونها جداگانه هم ذکر شده. الله میفرماید ای انسان به اینها فکر بکن، به عظمت من برس، مرا تنها عبادت کن. ان فی خلق السماوات والارض. این دو دلیل شد. سومی چیز و اختلاف اللیل و النهار، در اختلاف شب و روز. اختلاف شب و روز را ما میبینیم. اختلاف شب و روز به دو صورته. یکی اینه که الان شب است، 10 ساعت دیگه میبینیم که شب رفت روز آمد. باز از روشنی روز استفاده میکنیم، از نورش استفاده میکنیم، تجارت میکنیم، کار میکنیم، زحمت میکشیم. خسته که میشیم روز میره، شب دوباره میاد. شب که میاد یک چادر سیاهی بر ما افتاده، استراحت میکنیم، آرامش میگیریم. این که تمام میشه دوباره روز میاد. این اختلاف، یعنی یکی میره یکی میاد، یکی میره. بعضی گفتن نه، اختلاف اینه که گاهی شبها کوتاه میشه، روزها بلند میشه. گاهی روزها کوتاه است، شبها بلند میشه. این نظم را که همیشه از روزی که این زمین پیدا شده، خدا میدونه چند هزار سال است، تا روزی که این زمین خواهد بود همین نظم حاکمه، هیچ تغییری نمیاد. این نظم منظم را کی ایجاد کرده؟ الله. لذا این دلیل سوم و اختلاف اللیل و النهار. دلیل چهارم والفلک التي تجری فی البحر، و همچنین اون کشتی که در دریا جاری است، در دریا روان هست، بر سطح آب چطور نرم نرم راه میره. کشتی که با اون حجم هزاران و میلیون ها تن بار تو این کشتی هست، ولی تو این آب فرو نمی رود. شما یک سنگریزه به اندازه نخود میندازی میره عمق آب چون سنگین است، اما کشتی به این عظمت خدا این را طوری درست کرده که این نمیره تو آب. بما ینفع الناس، به سبب اینکه به مردم نفع میرساند. تمام نفع انسان ها امروز به وسیله کشتی است. تمام بارها و محموله ها جا به جا میشه به وسیله کشتی ها است. کار را برای ما آسان کرده. از دورترین نقطه دنیا خوراکی به اندازه نیاز یک شهر، نیاز یک کشور هر روز میاره. چقدر خدا راحتی درست کرده برای نفع ما انسان ها. غیر از این که گاهی از همین قایق ها، از همین لانچ ها، از همین کشتی ها استفاده میشه برای ماهیگیری، برای چیزهای دیگری که از دنیا میگیریم. لذا الله میفرماید این قدرت مرا نمیبینید؟ این دلیل چهارم است، بما ینفع الناس. و پنجم و ما انزل الله من السماء من ماء، و اون چی که خدا نازل فرموده از آسمان آب، فاحیا به الارض بعد موتها، به وسیله این آب زنده کرده زمین را بعد از مردنش. زمین قبلا خشک و خالی بود، هیچ علفی نبود، هیچ سبزی نبود. خدا باران نازل کرد، سبحان الله، همه زمین شده یک چمن سبز، یک فرش سبز. هم انسان استفاده میکنه، هم حیوان استفاده میکنه. این قدرت خداست. قدرت های دنیا گاهی عاجز میشند، باران نمیاد، در تنگنا قرار میگیرند. الله میفرماید این هم نشانی هست بر این که معبود فقط منم. اگر کسی از انسانها، از جنات، از فرشتگان میتونه این کارها را بکنه، پس او را عبادت کنید. کی غیر از خدا این کار را انجام بده؟ کسی نیست. و ششم و بث فیها من کل دابه، و منتشر فرموده الله عزوجل در این زمین از هر موجود زنده. دابه هر زنده ای که روی زمین حرکت میکنه، چه خزنده باشد، چه چرنده باشد، چه چارپا باشد، چه دوپا باشد، چه پرنده باشد، همه اینها را سبحان الله حکمتشون را الله بهتر میداند که حکمت اینها چیه.
خیلی ها ما حکمت هایشون را نمیدونیم. بعضی وقتا انسان متوجه میشه همین ماری که خدا درست کرده، بعضی وقتا انسان فکر میکنه این چه فایده ای داره، گشتم چه فایده، الله بهتر میدونه. یک لطیفه، یک داستانی که خنده آوری هست تو کتابی دیدم که میگن یه روزی حضرت موسی علیه السلام تو حمام داشت غسل میکرد، بالای سقف یک سوسماری را دید، چلپاسه ای را به اصطلاح دید که از اونجا آب دهنش افتاد پایین. موسی علیه السلام نگاه کرد و با خودش گفت، بعداً به خدا گفت خدا یعنی چلپاسه را خلق کردی، فایده این چیه؟ تو اون کتاب نوشته بود، الان واقعیتش را خدا میدونه، ولی یه درسی هست، یک نکته توش هست. گفت ای موسی این چلپاسه روزی چند بار از من میپرسه که خدای موسی را خلق کردی، فایده این چیه؟ منظور اینه که الله عزوجل هر چیزی را که خلق کرده الله بهتر میدونه حکمتش چیه، ما نمیدونیم. اون چلپاسه و سوسمار را خدا درست کرده، او خزنده را خدا درست کرده، پرنده را درست کرده، هر یکی یک تنوعی در این دنیا هست. انسان زیبایی هایی را میبینه، سبحان الله، تو جنگل ها انواع حیوانات، انواع پرندگان، چنان بعضی ها زیبایی دارن، چنان بعضی ها قشنگ هستن، انسان فکر میکنه اینا نقاشی شده هستن. لذا الله میفرماید و بث فیها من کل دابه، هر موجود زنده الله منتشر کرده. اینا رو کی درست کرده؟ این خدایان باطل میتونن اینا رو درست کنن؟ این ششمین دلیل است، الله درست کرده. و هفتمین دلیل و تصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض، یعنی وزیدن بادها و گشت و گذار بادها، باد این طرف میوزه اون طرف میوزه، از شمال به جنوب، از جنوب به شمال، و این ابرها را به حرکت در میاره. و السحاب المسخر، و ابرهایی که آویزان هستن بین السماء والارض، بین آسمان ها و زمین. گاهی میبینیم سبحان الله این بادها ابرهای پراکنده را از اون سمت و از اون سمت و از اون سمت جمع میکنه، یک جا جمع میشند. انسان احساس میکنه با چشم میبینه اینا در ماموریت خودشون رو انجام میدن. چند تا ابر پراکنده بودن، یه باد کوچیکی وزید، همه جمع شدند، یک ابر انبوهی درست شد، شروع شد باریدن. اینا خود به خود که نیست، اینا دستور دهنده ای دارد، اینا خالقی دارد. لذا الله میفرماید این بادها که میوزند و بادها که این طرف اون طرف میگردند و ابرهایی که آویزان هستند بین آسمان ها و زمین، این کار کیه؟ کار الله است. لذا الله میفرماید این هفت چیز در همه اینها لآیات لقوم یعقلون، نشانات است. اینا یک نشانی نیستن، چندین نشانات. اما این نشانات برای قومی که یعقلون، عقل دارند، خرد دارند، فهم و درک دارند. منظور اینه که کسانی که الله به اونها عقل داده، در جای دیگه الله این افرادی را که در این مخلوقات فکر می کنند اولو الالباب می نامد، یعنی عقلمندان، انسانهای فهیم، انسانهایی که تشخیص می دهند، از این مخلوقات به خدا می رسند. لذا عزیزان مفهوم این آیه این هست، معنای این آیه این هست که ای بنده به این مخلوقات نگاه کن، بالخصوص به این هفت از تصرفات الهی، از آثار قدرت الهی که زمین، آسمان، اختلاف شب و روز هست، کشتی هست و آب هست که از آسمان میاد، زمین زنده میشه، و دواب مختلفی و حیوانات مختلفی و موجودات زنده مختلفی که در زمین منتشر هستند
و بادهایی که به هر طرف میگردند و ابرها را این سمت و اون سمت بین آسمان و زمین آویزان کردن، همه این تصرفات مال من الله هستند. هر کسی که عقل دارد، خرد دارد، فکر کند اون ذاتی که مدیریت می کند این کارها را، همون ذات فقط لایق عبادت است، کسی دیگه لایق عبادت نیست. لذا الله عزوجل این دلائل را که اینها را ما میگیم دلائل عقلی، یعنی انسان یک مقداری با عقل و خرد خودش به اینها فکر کند و میفهمد، متوجه میشه. اینها را الله تعالی میفرماید شما باید فکر کنید و به من برسید که من تنها اینها را پیدا کردم، لذا معبود شما هم من هستم، مسجود شما هم من هستم، فقط من عبادت کنید، فقط مرا سجده کنید، فقط از من حاجت بخواهید، فقط مرا فریاد بزنید، فقط برای من نظر و نیاز بکنید، فقط برای من رکوع سجده کنید. الله عزوجل عقیده صحیح، ایمان صحیح، درک صحیح و فهم صحیح قرآن را به همه ما عنایت بفرماید. صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. پروردگارا الها بوسیله این آیات روشن و این آیات نورانی راه حق را، راه ایمان را، راه صحیح را، صراط مستقیم را به ما و به همه بندگان خودت نشان بده. پروردگار همه ما را بر مسیر حق گامزن بفرما، همه ما را بر مسیر ایمان و توحید گامزن بفرما، بر مسیر درست گامزن بفرما. ما را از ضلالت و از گمراهی، از شرک، از کفر، از خرافات نجات بده. پروردگار عاقبت ما را به خیر بگردان. اله العالمین یا رب مشکلات ما را حل بفرما، مشکلات ما و همه عزیزان ما را حل بفرما. حج حجاج را که تازه تشریف آوردن به بارگاه خودت قبول بفرما. استقامت بر اون عهدی که در کنار بیت تو با تو بستن، بر اون عهد استقامت نصیب بفرما. همه ما را بار بار نصیب بفرما، بار بار عنایت بفرما. پروردگار اله العالمین دنیا و آخرت ما را آباد بگردان، گذشتگان ما را مغفرت بفرما و اله العالمین خاتمه ما را با ایمان بگردان، خاتمه ما را به خیر بگردان و آخرت ما را آباد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين برحمتك.